بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دانشجویان و فراگیران عزیز. در این بخش از آموزش نرم افزار مینیتب میخوام راجع به داده‌های آماری و انواع متغیر صحبت کنم. همونطور که مشاهده میکنید در بخش داده‌های نرم افزار مینیتب ستون‌هایی وجود داره که هر ستون معرف یک متغیره و هر ردیف هم معرف یک نمونه. در هر ستون ردیفی رو مشاهده میکنید، خانه‌ای رو مشاهده میکنید که خالیه، که از این خانه میتونیم به عنوان برچسب برای متغیر یا توضیح کاملتری از نام متغیر استفاده کنیم. مثلا فرض کنید من متغیری دارم به نام وزن. وزن مربوط به 5 دانشجو هستش. پس دانشجوی اول وزنش هست 80.6، دانشجوی دوم 49.6، دانشجوی سوم 74.9، دانشجوی چهارم 55.7 و مثلا دانشجوی پنجمم وزنش هست 60.25. همونطور که مشاهده میکنید با اینتر من یه ردیف به پایینتر میرم، به خاطر اینکه این فلش عمودیه. اگر اینو به صورت افقی درارم با هر اینتر من به ستون مجاور میرم. پس چون ما داده هامون موقعی که داریم وارد میکنیم ردیفی وارد میکنیم، به همین دلیل این معمولا باید عمودی باشه. پس این شد متغیر وزن. من توضیحش هم اینجا نوشتم به این صورت. فرض کنید متغیر دیگه‌ای داریم به نام تعداد فرزندان خانواده. تعداد فرزندان خانواده. و من این سوال رو از 4 خانواده پرسیدم. خانواده اول 3 فرزند داشتن، خانواده دوم 1 دونه، خانواده سوم بدون فرزند بودن و خانواده چهارم هم مثلا 2 فرزند داشتن. متغیر سومی هم دارم به نام رشته تحصیلی. رشته تحصیلی مثلا برای 6 دانشجو. دانشجوی اول رشته مثلا مدیریت صنعتی بوده، دانشجوی دوم رشته مهندسی برق بوده، بعدی مثلا مهندسی صنایع هستش، دانشجوی چهارم مدیریت مثلا کسب و کار، دانشجوی پنجم مثلا رشته مهندسی کامپیوتر و بالاخره دانشجوی رشته فیزیک میخونده یا میخونه. پس اینم شد اطلاعات رشته تحصیلی 6 دانشجو. فرض کنید تاریخ تولد اینها هم نیاز ثبت بشه. ما میخوایم ثبتش کنیم. تاریخ تولد مثلا 1355 ماه شهریور 12، 1366 ماه 8 17 آبان، دوم بهمن، و بالاخره
این دانشجو هم مثلا 1380 14. خب همونطور که مشاهده میکنید این متغیرها در 4 ستون جایی گرفتند و در ردیف‌های مختلف با توجه به تعداد نمونه ها در حالت کلی 2 نوعند: کمی و کیفی. کمیای ما ستون اولم پیوسته است چون وزن واحد اندازه‌گیری داره و اعشار هم پذیرفته. ستون دومم هم کمیه اما گسسته است، بین دو مقدار مقداری نمیگیره. ستون چهارم هم تاریخه، داده ها بر حسب تاریخه و ستون سوم هم متغیر کیفیه. پس متغیرهامون 2 نوعن: کمی و کیفی. کمی ها خودشون گسستند یا پیوسته، این پیوسته، این هم گسسته و اینا هم بر حسب تاریخ. نکته‌ای که جالبه بدونیم اینه که در متغیر کیفی به محض ورود اولین داده ستونمون تبدیل میشه به C3 خط تیره T و ستون تاریخمون هم D بعد از نام ستون نمایش داده می شود. نکته‌ای که قابل ذکره اینه که داده های پیوسته ما تکرار ناپذیرند اما سایر داده ها تکرار پذیرند و این طبقه بندی کردن اونها رو ممکنه سخت یا آسان کنه. مثلا برای داده های پیوسته طبقه بندی کردن به راحتی امکان پذیر نیست اما برای داده های گسسته و کیفی به راحتی امکان پذیره. به ندرت هم از داده های مربوط به تاریخ ما استفاده میکنیم مگر در سری های زمانی که به جای خودش توضیح داده خواهد شد. برای این قسمت هم کافیه. خدا نگهدارتان.